گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. طرز خواندن نماز عید قربان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در این نوار خواستیم طرز خواندن عید نماز قربان را به شما پیشنهاد کنیم. نماز عید قربان بر گردن هر مسلمان بالغ و عاقل واجب می باشد که آن در عیدگاه ها یا در مسجدها با جماعت خوانده می شود. وقتی نماز عید قربان از برآمدن آفتاب به مقدار 1 نیزه تقریبا نیم ساعت تا وقتی در آمدن نماز پیشین می باشد. نماز عید قربان از 2 رکعت عبارت می باشد که طرز خواندنش چنین است: امام و مقتدی ها نیت انجام دادن 2 رکعت نماز عید قربان را می کنند. بعد از آن تکبیر گفته می شود که دستان تا برابر گوش ها برداشته می شوند و بعد از آن دست راست در بالای دست چپ به زیر ناف گذاشته می شود. بعد از تکبیر اول امام و مقتدی ها ثنا می خوانند: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. بعد از خواندن ثنا 3 بار دیگر تکبیر گفته می شود که دستها تا برابر گوش ها برداشته می شوند. بعد از آن امام با آواز بلند سوره فاتحه را خوانده، بعد از فاتحه 1 سوره را ضم می کند.
در رکعت دوم 3 تکبیر بعد از ضم سوره انجام داده می شود و در تکبیر چهارم رکوع کرده می شود. بعد از آن التحیات، صلوات ها و دعا را خوانده به طرف راست و چپ سلام داده می شود. تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. این بود طرز خواندن نماز عید قربان یا عید اضحی از نگاه مذهب حنفی. خداوند از ما و شما این نمازها را قبول گرداند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.